حاشیه رقابت‌های کرکت، درگیری هواداران تیم کرکت افغانستان و پاکستان واکنش‌های گسترده را به همراه داشت. دوری طالبان تاجیک تبار از جنگ در برابر مقاومتگران. انستیتوت مطالعات جنگ میگوید که طالبان تاجیک دلبستگی به جنگ علیه مقاومت ندارند. افزایش نیازمندان در کشور. سازمان ملل میگوید که بیش از 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. و جنگ اقتصادی شرق و غرب. پوتین هشدار داد که تمام صادرات انرژی به اروپا را متوقف خواهد کرد. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 با من شازیه صبوریار از آموج نیوز خوش آمدید. پس از شکست تیم ملی کرکت افغانستان در برابر پاکستان، هواداران دو تیم در ورزشگاه و بیرون از آن با هم درگیر شدند و همچنان از آن جایی که این بازی برای هر دو تیم اهمیت زیادی داشت با واکنش‌های گسترده همراه شده است. شماری از چهره‌های فعال رسانه‌ای و هواداران کرکت افغانستان و پاکستان با انتقاد از درگیری‌های دیشب می‌گویند که استفاده از بازی کرکت به عنوان بهانه‌ای برای رفتار خشونت‌آمیز و نجات پرستانه علیه افغان‌ها اوج بی‌شرمی است. محسن داور، رهبر جنبش ملی دموکراتیک در پاکستان، گفته است استفاده از بازی کرکت به عنوان بهانه‌ای برای رفتار خشونت‌آمیز و نجات پرستانه در برابر افغان‌ها اوج بی‌شرمی است. او تنش میان هواداران را مشکل اساسی افغان‌ها در مقابل پاکستان خواند و گفت سیاست عمیق استراتژیک چندین دهه قدیمی پاکستان و ماجراجویی‌های ناگوار و مداخله‌جویانه در افغانستان دلیل مشکل افغان‌ها با پاکستان است. از سوی هم عارف فیروززکی، خبرنگار پاکستانی، با انتقاد سخت از عمل بازیکنان تیم ملی افغانستان گفته است آنها در داخل و خارج از زمین بدترین رفتار را دارند. آنان باید قبل از بازی آداب و رفتار را یاد بگیرند. او افزوده است که مردم افغانستان با پاکستان چه گونه شخصی دارند که تا هنوز معلوم نیست. وی خاطر نشان کرده پاکستان جایی است که کرکت بازان افغان در آن کرکت را یاد گرفتند. شعیب جاد، خبرنگار دیگر پاکستانی، همچنان گفته است این رفتار افغان‌ها شرم‌آور است. او افزوده ما بودیم که به آنها کمک کردیم تا کرکت را یاد بگیرند. ما بودیم که با آنها کرکت را یاد دادیم. چگونه بازیکنان افغانستان فراموش کردند که ما کسانی بودیم که درهای اکادمی ملی کرکت خود را بر روی آنها باز کردیم. در همین حال حبیب الله توتاخیل، خبرنگار افغان، در صفحه توییتر خود نگاشته است که هر پاکستانی از هر طایفه‌ای که باشد از افغانستان از ته دل کینه‌ای در دل داشته و آنان را به چشم بد می‌بینند. او میگوید در اینجا شکی نیست که این کشور دشمن ابدی افغانستان بوده و طالبان همچنان اجیران ملیشه‌ای پاکستان است. شفیع اعظم، رئیس بخش ارتباطات تجارتی وزارت خارجه طالبان، نیز در توییتر نگاشته است نمیدانم به خاطر بازی چرا باید دو ملت رفتار تحقیرآمیز داشته باشند و مردم آگاه هر دو طرف بر یکی دیگر کنایه‌های توهین‌آمیز گویند. او تاکید کرد که بازی‌ها در چارچوب یک بازی محدود باشد. این در حالی است که تیم ملی کرکت افغانستان شب گذشته با تفاوت یک ویکت در مقابل پاکستان شکست خورد. قابل ذکر است که تیم ملی کرکت افغانستان و پاکستان بار دیگر در 19 اکتبر در کشور استرالیا به مصاف هم خواهند رفت. انستیتوت مطالعات جنگ، یک اتاق فکر مستقر در امریکا، میگوید که عبدالقیوم ذاکر، مسئول نظامی طالبان، برای پنجشیر و اندراب موفقیت چشمگیری در مقابله با جبهه مقاومت ملی نداشته است. این انستیتوت همچنین می‌افزاید که نیروی تاجیک تبار طالبان تمایل چندانی به جنگیدن علیه جبهه مذکور ندارند. این اتاق فکر آمریکایی همچنین میگوید که نیروهای طالبان در پنجشیر متشکل از طالبان پشتون تبار از جنوب و شرق افغانستان و طالبان تاجیک از پنجشیر و بدخشانند. بر اساس نوشته این انستیتوت، برخی واحدهای طالبان تاجیک در ماه جولای از جنگیدن با جبهه مقاومت خودداری کردند، مسئله‌ای که به باور این انستیتوت باعث بی‌اعتمادی میان واحدهای طالبان تاجیک و پشتون شده است. این انستیتوت
همچنین میگوید که انتصاب پیهم فرماندهان جدید از سوی طالبان برای سرکوب و مهار جبهه مقاومت ملی نشان می‌دهد که گروه طالبان نگران گسترش فعالیت‌های جبهه مذکور است. طالبان اخیراً قیوم زاکر مسئول پیشین کمیسیون نظامی طالبان را به عنوان مسئول نظامی این گروه در پنجشیر و اندراب منصوب کردند. اینستیتوت مذکور میگوید که او با شماری از جنگجویان وفادارش از هلمند برای جنگیدن علیه جبهه مقاومت آمده، اما موفقیت چندانی تاکنون نداشته است. اینستیتوت مطالعات جنگ میگوید که فعالیت جبهه مقاومت ملی برغم فشار طالبان فراتر از دره‌های اندراب و پنجشیر گسترش یافته است و همچنان در بخشی از نوشته‌های این اینستیتوت آمده است حملات جبهه مقاومت در ولایت تخار اخیراً با افزایش حملات در ولسوالی‌های طالقان، نمکاب، رستاق، کلافگان و فرخار افزایش یافته است. این اتاق فکر آمریکایی میگوید که نیروهای جبهه مقاومت با نیروهای طالبان در ولسوالی کشم و راغ در ولایت بدخشان درگیر شده و چندین فرمانده محلی طالبان تاجیک در بدخشان در چند ماه گذشته به جبهه مقاومت پیوستند. بر اساس گزارش این سازمان، برخی فرماندهان شبکه حقانی که برای جنگ در پنجشیر و اندراب مستقر شدند از فرماندهان منصوب شده از سوی مولوی یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در شبکه‌های اجتماعی انتقاد کردند. به باور این اینستیتوت ادامه این روند اختلافات موجود میان شبکه حقانی و طالبان قندهار را افزایش خواهد داد. اینستیتوت مطالعات جنگ در حالی از گسترش فعالیت‌های جبهه مقاومت خبر می‌دهد که پیش از این نشریه آمریکایی لانگ وار ژورنال در بررسی یک سال حکومت طالبان گفته بود که مقاومت علیه این گروه در 5 ولایت شمال و 1 ولسوالی ننگرهار افزایش یافته است. برای هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل می‌گوید بیش از 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک نیاز دارند. به گفته اوچا تاکنون تنها 42% از فراخوان کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان تمویل شده. اوچا با اشاره به وضعیت فعلی خطاب به کشورها تاکید کرده ما باید همین حالا اقدام کنیم. سیلاب‌های اخیر در ولایات مختلف افغانستان جان ده‌ها نفر را گرفته و شمار زیادی از خانه‌ها ویران شدند. سهیل شاهین عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید در 2 ماه گذشته در حدود 1570 نفر بر اثر سیل و زلزله در افغانستان کشته و نزدیک به 6000 نفر هم زخمی شدند. به گفته وی در حوادث طبیعی افغانستان به میزان 2 میلیارد دلار به زیرساخت‌ها و املاک مردم نیز خسارت وارد شده است. همچنین سیل در بیش از 20 ولایت 635,000 هکتار زمین زراعتی را از بین برده و 35,000 خانه تخریب شده است. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان اخیراً در کنفرانس جمع‌آوری کمک از جامعه جهانی خواست که به آسیب دیدگان کمک مالی کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که اگر بروکسل بر قیمت گاز روسیه محدودیت وضع کند ارسال محموله‌های انرژی به اروپا را متوقف خواهد کرد. او همچنین تاکید کرد که روسیه جنگ در اوکراین را نخواهد باخت. همزمان با سخنرانی پوتین اوکراین از پیشرفت نیروهایش در خارکیف خبر داده است. رئیس جمهور روسیه که روز چهارشنبه در یک نشست اقتصادی گفت که اگر اروپا این گونه پیش برود تمام محموله‌های انرژی به اروپا را متوقف خواهد کرد. وضع محدودیت بر قیمت گاز روسیه آخرین گام غرب برای محدود کردن بودجه مالی جنگ مسکو دانسته می شود. آمریکا و فرانسه می گویند که روسیه از گاز خود برای تضعیف اروپا در برابر تهاجم این کشور در اوکراین استفاده می کند. اروپا 40% گاز و 30% نفت خود را از روسیه وارد می کند. این در حالی است که رئیس جمهوری اوکراین از پیشرفت نیروهایش در مناطق جنوبی در اطراف شهر خارکیف سخن می‌زند. زلنسکی گفت که به زودی خبرهای خوبی درباره آزادی چند منطقه در خارکیف را اعلام خواهد کرد. مقام‌های اوکراینی و روسی گفتند که درگیری در اطراف شهر بالاکلیا در 60 کیلومتری شهر خارکیف ادامه دارد. گزارش‌های تایید نشده حاکی از تلفات سنگین نیروهای روسی در منطقه خارکیف است.